أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی. حدیث ما امروز درباره کودکانی که روزه میگیرند آیا آثار وجود دارد که ربیعه بنتی دختر معوذ میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صبح در ماه محرم یعنی عاشورا، در روزه عاشورا شخص ها را به اطراف مدینه فرستاندند تا که این شخص ها به دیارها، منطقه هایی که در اطراف مدینه مردم می نشینند، انصاری ها به او فرمان پیامبر را به آنها خبر دهند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این شخص هایی که می فرستادند می گفتند که من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومه و من اصبح صائما فلیصم. در ابتدا این روزه عاشورا فرض بود، روزه رمضان فرض نبود. سپس حکم فرضی روزه عاشورا به مستحب گذشت. مستحب هر کسی که میخواهد که روزه بگیرد روزه میگیرد، هر کسی که نمیخواهد که روزه نگیرد روزه نمیگیرد. در ابتدا اما فرض بود. پیامبر به این شخصایی که میفرستادن گفتند که شما خبر دهید به انصاری هایی که در اطراف مدینه می نشینند، هر کسی که هنگام صبح در این روزه نگرفت، من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومه، هر کسی که روزه نگرفت تمام روزه نگیرد، با همان افطاری کردگیش روزهش را بخورد. و من اصبح صائما فلیصم، هر کسی که در این روز، در روزه عاشورا روزه گرفت، او بر دوام روزهش را دارد. این را خبر میداد. سپس ربیع بی دختر معوذ میگویند که فکنا نصوم بعد و نصوم صبیاننا، ما پس از این روزه عاشورا رو میگرفتیم همچون این مستحب بود و همچنین کودک های خود را به این روزه عادت میکنندیم. و نجعل لهم اللعبة من العهن، یک بازیچه از صوفی رنگین، از موی رنگین ساخته بودیم. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار، وقتی که کودک هایمان گریه می کرد از شدت گرسنگی، این بازیچه رو می دادیم تا که بازی بکند تا نماز شام این کودک ها روزه را دارند. در این حدیث دیده می شود که در ابتدای اسلام روزه فرضی یک روز یا 2 روز بود، روزه عاشورا میگه. سپس این روزه عاشورا حکم فرضیش نسخ شد، بدلش روزه رمضان آمد. بنابراین روزه عاشورا کسی که می دارد فضیلت دارد. گناهی یک ساله آینده را، کوچک را، الله مورد بخشش قرار می دهد. و سپس هر کسی که کودکای خود را عادت می کناند، این یکی از سنت و روش صحابگان می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانی که کودکای خود را چنان به این روزه امر میکردند و آنها را عادت میکناندند، با آنها چیزی نمیگفتند. یعنی سکوت پیامبر این بود که یعنی پیامبر برعکس راضی بودند که کودک ها را تعلیم بدهند و آنها را آماده بکنند. وقتی که ما به کودک ها بگوییم که در ماه رمضان
اگر آنها روزه میگیرم گویند میگوییم که روزه بگیر و برعکس آنها رو دعوت و تشویق میکنیم، هدیه ها آماده میکنیم، آفرین میگوییم و مدح میکنیم که کودک شوقمند شود. نه اما زدن و کوفتن و آنها رو مجبور کردن، هنوز به بلاغت نرسیدن، این از منهج پیامبر نیست. این بود دوستان هدیه رمضانی. این حدیثی که گذاشتیم در بخاری و مسلم وجود دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.